در 6 ماه سال 2024 در جمهوری 11804 جنایت از جانب همه سوبیکت های به قیدگیری به حسابگیری به قید گرفته شده است. از طرف کارمندان مقامات کارهای داخلی 5585 جنایت به حساب گرفته شده، 4727 جنایت مورد تفتیش قرار داده شد که کشوده شوی آن 87.2% را تشکیل می‌دهد. از جمله آدمکشی و سوء قصد 41، رازنی 11، غارتگری 33، تجاوز به ناموس 17، خرید و فروش آدمان 38، قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی 61، افباشی 776، قلابی 1820، دزدی 2036، تماجویی 20، معاملات غیر قانونی واسطه های نشدار 317 حالت به حساب گرفته شدند. در این دوره 10 گروه متشکل جنایتی در هیئت 53 نفر برای صادر نمودن 19 جنایت آشکار کرده شد. در همکاری با اهالی 297 عدد سلاح آتشفشان مصادره کرده شده است. ضمن گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از طرف جزو تام‌های مقامات کارهای داخلی در جمهوری از گردش غیر قانونی 2 تن و 89 کیلوگرم واسطه های نشدار و 1075 عدد حب‌های سنتتیکی مدوش کننده مصادره کرده شدند. از طرف نابالغان 332 و از طرف جوانان باشد 1604 جنایت به حساب گرفته شده است. همزمان نسبت به پدر و مادرانی که عهدهدارهای خود را در تربیت و تعلیم فرزند اجرا نکردند و نسبت مسئولین مؤسسه‌های تعلیمی با دسترسی ماده 90 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری تاجیکستان 29000 پرونده حقوق ویرانکنی‌های مأموری ترتیب داده برای اندیشیدن چاره‌های قانونی به سود شهر و ناحیه‌ها ارسال کرده شدند. امسال 1395 حالت رعایت نکردن طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده است. بر اثر 539 صدمه نقلیاتی 236 نفر به هلاکت رسیده، 570 نفر جراحت جسمانی گرفتند. نسبت به همین دوره سال گذشته شماره حادثه ها 11.8%، مجروح شدگان 13.3% و هلاک شدگان 22.3% زیاد شده است. در جمهوری 494 حادثه سوختار رخ داده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 89 حالت کم گردیده است. در نتیجه سوختار 9 نفر شهروندان فوت دیدند که از آنها 7 نفرشان نابالغ می باشند و از کام سوختار حیات 37 نفر شهروندان نجات داده شده است. مبلغ ضرر 12 میلیون و 137 هزار سامانی را تشکیل می دهد.